السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موضوع اینکه حفظ کردن قرآن یا اینکه اذیت کردن چه قرآن باشد چه حدیث باشد و به چه طریقه باید حفظ کند انسان با فراموش نکند، در حقیقت در این باره در کتاب تعلیم و تعلیم ذکر شده است که چه طریقه قطع انسان درسش باید تکرار کند. وقتی که انسان که درس همروزش که حفظ میکند یا که یاد میگیرد باید اون تکرار کند که دیگه متمکن باشد، همین خیلی باور داشته باشد که انشالله که من فهمیدم و اذیتش کردم. همین خیلی گرفته که وقتی که چند درس که میرود باید هر روز درسی پس گذشتگیش باید تکرار کند، 4 بار 5 بار تکرار کند. با درسی که 2 روز پیش گذشتگی باید او را با 4 بار یا 3 بار تکرار کند. با درسی که 2 روز 3 روز پیش دیگه گذشتگی او را باید همین خیلی پسش تا 5 روزه درسی گذشتگی باید تکرار کرده بایستد. این در حفظ حدیث یا که در فقه یا که در دیگه چیزها کتاب‌های دیگر. اما در قرآن که باشد اون باید درس بردوام وقتی که از یاد کرد، اگر یک پاره که کرده اگر بود کرده باشد هر روز که درسی نو اگر بگیرد یا که از یاد کرده نشید باید همون پاره حفظ کردگیش باید هر روز تکرار کنه. باید این به این طریقه میمونه در ذهنش دیگه خلاص ان شاء الله. وقتی که همین خیلی اگر قرآن چند پاره که نباشه 2 پاره از یاد میکنه 3 پاره از یاد میکند، وقتی که همین طریقه قطعی خواندن بگیرد اون دیگه فراموش نمیکند. وقتی از دویم پاره که ختم کرد باید هر روز پاره ختم کردگیش تکرار کند. دیگر که هست بعد یک روز پس هم پارهش تکرار میشه. چخیل امروز مثلا که پاره همون روز حفظ کردگیش تکرار میکند، با پگه یک پاره که پیش که حفظ کرده با اوش تکرار میکنه، خیلی یک روز پس رو هر روز تکرار شدن میگیرد. به همین طریقه قرآن چند پاره که حفظ میکنه در ذهن او میماند. موضوع دیگر در کدام وقت باید حفظ کند، مثلا کدام وقت خوب است که در اون حالت ها حفظ می شود، از یاد می شود، چه قرآن باشد چه حدیث باشد چه کتابی نحو باشد چه صرف باشد هر کتابی که نباشد. در این اهل علم گفت دیگه هستند که از همه وقتی که برای حفظ است برای از یاد هست ما بین شام خفتن هست، بین بعد شام تا خفتن بعد حفظ است وقتی مبارک است، و بعد صبح یعنی وقتی که بامداد میخیزد انسان بگیم بعد اونم تا بگیم که یک چند ساعت تا ساعتهای 10-11 ذهن انسان خالی هست و هاش گوش بگیم در جاش هست، انم حالت های حفظ هستند. و دیگر حالتاش که هست مشغولیتی هست و پریشانی هست، اون حالات در وقتی که تکرار کنن می شود. اما وقتای حفظ وقتای بهترینش همین وقت است که ما بسیار موشون بعد شام طعام میخوریم، چای می نوشیم، گپ میزنیم یا که مثلا با دیگه چیزها مشغول میشیم، نمیفهمیم که وقت حفظ است و وقتی مبارک است. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله.